الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. برادر بارك الله فيكم. با این تفصیل که به ما از حالت خرید و فروش بانک خبر دادید، الله جزای خیرتون تید. بارک الله فیکم. به نهایت مفید است. به نهایت انسان از بالای این بعد از فهمیدنش میتواند که حکم شرعی رو بیان کند. چندین مسئله ها یعنی چندین نوزیکه ها بیان شد و پیش از همه میخواستم یک تعلیق به سخنی برادر کنم که در بین سخن حجیکو گفته شدند بانک همیشه ذکر میکند که پرسنت پولی من نمیتید. خونه نرخش مثلا 1 میلیون بود یا 1.5 میلیون بود، لیکن به سبب کردیت گرفتن زیاد شد و بانک همینه پرسنت پول حساب میکند. ما با کار بانک پیش از اینکه نظر میکنیم، به همین سخنی بانک پیش از اینکه نظر میکنیم، به عملش نظر میکنیم که بانک پول به دست شما شمرده داد یا نداد. البته که بانک به دست شما پول نداد، بلکه بانک خرید یک خانه رو و قسمان پول رو شما دادید. 30% است، 20% است، 40% است. یعنی پرسنت وقتی که کلمه پرسنت استفاده میشد معنیش اینه که میشه ریبو گفته شده باشیم. عذر من انا 40% 20% گفته شدم. پرسنت یعنی ما فهمونده هستیم که 40% مبلغ داد کسی که بارک الله فیکم خونه خریدنی بود. 30% 40% پول داد، باقی مونده پول بانک داد و خونه خرید. لیکن خونه در زلاگ بانک میماند که البته به این سخن میگم و بانک میگوید که من 1.5 میلیون خونه را خریدم به تو دادم و همین 1.5 میلیون من به مدتی اگر 30 سال تی 2 میلیون است، اگر به مدت 15 سال تی 1,700,000 است. چقدر بر وقتی همونقدر خوبتر است. این یعنی به سبب زیاد استفاده بردن پول زیاد پرسنتش میشد، به سبب کم استفاده بردن کم پرسنت میشد. این پرسنت کلمه که در اینجا بانک پرسنت گفته شده است، ما اینه به ریبو نمیبریم. برای همون باید دونیم که کلمه های شرعیه شرعاً باید تفسیر کنیم. مثلا کلمه ریبو 100% به کلمه پرسنتی که در همین قاعده های مثلا کفری استفاده میشود نمیشود، بلکه کلمه ریبو شرعاً در کجای ریبو واقع شد همینجا ریبو میگیم و لازم شود اگر مردم نفهمد پرسنت هم میگوییم. اما در اینجا بانک گفته شده است که یعنی پرسنت من میبیاری معناش این است که همون دگواری کردیتی که کرده بودیم که اگر خونه مثلا در اول دگوار همین بود که اگر خونه در مدت 10 سال مثلا پولش تی 500,000 زیاد میشد، انا همون بانک پرسنت گفته شده است. یعنی پول زیادتی که در اونجا اومده است. این یک کس میاد میگه مثلا چیزی دیگر میگه، یعنی پرسنت به معنای پول اضافی از اصل پول. اصلی پولی که بانک دادگی 1 میلیون است یا 1.5 میلیون است، لیکن پول اضافی 500,000 یا 1 میلیون دیگر پول اضافه شد بر بالای اصلی پول، همین پرسنت زیادتی یعنی نامگذاری کرده است. یا که کردیت میگیم مثلا، یا که همین کردیت گفته میشد، یا که یک چیزی دیگر نامگذاری کرده ممکن است. برای من قاعده میگن لا مشاحت فی الاصطلاح. در همین اصطلاحی که در همینجا استفاده برده شده است، لیکن روش کار روش شرعی هست. ما اینجا یگون اختلاف نمیکنیم، چیزی نامگذاری کند، لیکن رفت و روش کار یعنی هیچ خلاف بر شریعت ندارد، بر اصلی خرید فروش ندارد. خیلی که بیع التقسیط واقع شده است. بیع التقسیط یعنی خرید و فروش تقسیط. بارک الله فیکم. پس هر کسی که خونه خرید نسبت پولش داد و بعد از این بانک باقی مونده پولش 60% یا 70% داد و خرید، خونه خرید و خونه داد. خیلی که برادر حجیکو گفتن در زکان اومده است، اعوذ بالله، یعنی در قانون کفر اومده است که خونه در استفاده بردی در استفاده یعنی بانک میشه. در استفاده نگویم هم، بلکه در زیری یعنی دسترسی در ملکی بانک میشه. یعنی مالکیت خونه در دست بانک است، اما استفاده بردنش در دست صاحبش است. یعنی صاحب این خونه
به مجرد اینکه دکمنت های به دستش گرفت، همین ورق های لازمی حجت های به دست گرفت، در خونه میرود، زندگی میکند، میبل های خونه نام میکند، درآمد برآمد میکند. پس این دلالت میکنه شرعاً هیچ بوکی ندارد. خیلی که در کتاب بیوع، در تمام کتاب بیوع آمده است که اگر یک چیز فروختید به یک کسی به مبلغ بزرگی، به بیع التقسیط یعنی بیع کردیت گویم، یک چیزی که یعنی قرضاً فروختید، مبلغش زیادتر کرده قرضاً فروختید، در این حالت شما میتوانید که یعنی همون چیز مالکیتش در خودتون نسبتاً نگه دارید. نسبتاً همین است که همون چیزی که شما فروختید و استفاده میبرد، اما در یک حالت قرار میدید که وای فروخته نمیتواند و شما هم البته بیخبر هستید وای فروخته نمیتوانید. چرا که در درونش زندگی میکنه، در درون خونه است یا که ماشین است، ماشین صاحبش یا خونه صاحبش در است. و حالا دیده شدیم که یعنی بانک های کفری هم در این حالت همین چنین است، یعنی مخالفت شرعی ندارد در این مسئله. یعنی خونه به شما خریده میدهد، بانک میونه است، خونه میخرد میدهد، میگوید که من خونه میخرم به تو میدیم، لیکن من به تو به قرض میدیم، برای اینکه تو پول نداری. به سبب به قرض دادنم هر سال یعنی پرسنت پول زیاد میشود. هر سال اگر یک سال بتی 100,000، 2 سال بتی 200,000، مثلا 10 سال بتی فلان هزار، همین خیلی زیاد میشود. ما گفتیم شرعاً این جایز است. این پرسنت ما نمیگیم، این ریبو. پرسنت کلمه دنیوی اگر استفاده بریم میگیم، لیکن این ریبوی شرعی نمیگویم و این جایز است. و مسئله دوم خونه در زیر ملکیت بانک میماند، اما به یک شرط، شریعت به یک شرط میماند. در زیر ملکیت فروشنده بانک است یا یک صاحب انسان است، ماندن چیزی فروخته جایز است در حالتی که صاحب چیزی خریده، یعنی همون اشیایی که فروخته شد، همون خونه که فروخته شد، به خریدار رود، یعنی خریدار از وی استفاده کند. که البته حالا از نقلی که از قانون این کفر، از قانون بانکی این کفر حجکو خبر دادند، بله یک کسی که وقتی که خونه به قرض به کردیتی در روز مدت گرفت، به قرض زیادتی، پولی پرسنت زیادتی، این خونه استفاده میبرد، بله خرنده استفاده میبرد، اما این خونه در زیر ملکیت بانک میماند. سببش چیست؟ سببش این است که بانک میخواهد که خودش رو از ضرری که نامعلوم است، یک ضرری فجعه، یک بار شاید این انسانی که خرید خونه فریب دیدو گریز دو برود، خونه به دیگر کس فروخته، خودش برای حمایت کردن ملکیت 100% به صاحب خرنده ای که به قرض خریدگی حال پولش تمام کردگی نمیدهد و این از نظر شریعت جایز است. این از نظر شریعت جایز است و این البته علما میگند از دو دلیل گرفته شده، یعنی به دو راه دلیلی نمیبرند. دلیل اول گویا که از مصلحه، مقاصد شریعه، از مصلحه مفسده. یک انسان وقتی که نظر کرد که یک انسان به باور نکرد، دید که اگر خونه 100% به نامش گذراند این آدم فریب دادنش ممکن است، آدمی ناشناس است و این است و اون است، در این حالت برای مصلحه تجارت خودش میتواند که چکند خونه 100% به ملکیت وی نگذارند، لیکن خونه قسما گذراند که یک مدرک، یک کاغذ باشد که این خونه فلان هزار بگیرید، در این خونه زندگی میکند، قرض است باقی مونده همچنین میاد در درون خونه زندگی میکند. اما اگر همین جنده تو پول نبیاری، ما تو به خونه نمیتیم، کلیت نمیتیم گوید، در این حالت حرام میشود، در این حالت حرام میشود. لیکن دیده شدیم که بانک های تمامی عالم کفری وقتی که کردیت میخرید به شما کلیتیم ماشین یا کلیتیم خونه میتیند، یک ورق معین ترتیب میتیند و شما میدهند، شما استفاده میبرید، اما ملکیت 100% در زیر دست شما نیست، شما فروخته یا که اینا یک کسی دیگر به نامش انتقال کرده نمیتونید مگرم به اجازه اونها. بارک الله فیکم. یعنی این حالتی که خونه در ملکیت کفر میستد هم از نظر شریعت نظر کردیم که یعنی بارک الله فیکم حرام نیست. ما گفتیم به دو دلیل یا که به دو یعنی مصدر اول مثلا مفسده و حجتشون، مصدر دوم یعنی حجتشون صدا للذریعه همین است که نشود که همین دکمنت گذارانی با یک به مفسده بزرگ که از دست رفتنی ملک، از دست رفتنی یعنی تجارت بانک شد. از همین دو جهت یعنی بانک خودش برای حمایت خودش همین کار میکند که از همین جهت این یگان مانعت ندارد و به همین حجت که بانک مالکیت در دست خودش 100% نباشد، هم یک قسمت میدارد، اما صاحب خونه در خونه زندگی کند هم بانک صاحب خونه است، در این حالت تو پول دادن، یعنی ما با همین سبب این خرید و فروش، خریدن یک چیز به کردیت حرام نمیکنیم. بارک الله فیکم. این سبب دوم. ما گفتیم در اول
یکم به مسئله اول جواب دادیم، گفتیم که هر کسی که خونه قرض میگیرد و در روز مدت میگیرد و از مبلغ، یعنی اگر خونه اصلش 2 میلیون باشد یا 1 میلیون باشد به سالها دیده زیادتر می شود، این جایز است. ما این پرسنت نمیگیم، گرچنده که بانک پرسنت من نمیتی یا چیزی نگوید هم. مسئله دوم، در اینجا بانک به شما پول نداده شده است. بانک یک خانه میخرد و به شما خانه میفروشد. این از نظر شریعت جایز است و یگان نفر از علما این حرام نکردند و در کتاب فقه معروف است و مشهور است. و امروز بسیار برادرها این چنین تجارت انجام میتند و بسیار تجارت های اسلامی در همین اساس است. مثلا یک انسانی بوی یک بینای میخرد و به دیگر برادرها قرض به دراز مدت میدهد و جایز است، بوکی ندارد. قسما پولش رو میگیرد یا کاملا نگرفته، که بانک هم همچنین کرده شده است. و سومی مسئله گفتیم بانک مالکیت خانه در دست خودش نگاه می‌دارد در حالتی که انسان در همون خانه زندگی میکند. این هم شرعاً درست است، مخالفت شریعت نیست و جایز است. بارک الله فیکم. و مسئله اینجاست که اگر پول وقتش به بردن نتید، میگه شما اشتراف میکند. علما در مسئله اشتراف کردن میگن که اگر اینجا اشتراف جریمه گفته کند هیچ بوکی ندارد. یعنی گوید که مثلا تو هر وقتی که به من مبلغ در مدت فلان معین ناوردی، من تو جریمه میبندم، برای اینکه من تجارتم مثلا من به خاطر خودش حمایت کردن و تجارتش من باب جریمه دگوار شود پرابلمی ندارد. اما همچون جریمه باشد مشکلی ندارد. اما همین پرسنت میتی خواهی بیار نخواهی نه، پرسنت زیاد شدم میگرد گوید. انا اینجا علما چی میکنند؟ به تفصیل جواب میتن. یعنی یک بار ها یا نه نمیگن، میگن که آدم اگر بای باشد و قدرت و توانایی داشته باشد و پول بردن نتید و تنبلی کند، در این حالت بانک یعنی و جریمه بسته گرفتنش جایز است. اما یک آدم قنبغل بارک الله فیکم از سبب قنبغلش بردن نتواند، به وی تنبیه دادن و به وی جریمه های کم کردن است. اما پرسنت معینی که نبیاری فلان پرسنت مثلا 10% 5% همیشه هست، خوی بیار نخوی نباشد، انمین قاعده ربوی هست. انمین قاعده ربوی است. انمین اسلوبیه یا انمین شرط ربوی شرعی ربا هست و انمین شرط حرام است. برای همین میگن در بانک های سعودی هم که همین نمود شرط هست، میگن این شیخ راجحی عبدالعزیز راجحی گفته شدند حفظه الله، یکی از علامه اهل سنت و جماعت عقیدتن هم فقهن هم، میگن که هست. ما میگوییم که برادرها و خواهرای مسلمانی که کردیت میگیرید، امروز تمام بانک روی دنیا که همین شرط ربوی اکثرش دارد، ما میگوییم که شما وقتی که رفته امضا میمونید تمام همین اسلوبی، وقتی که به شما میگوید به تمام شرطای به شما میگوید صاحب بانک، نماینده بانک، شما گرچنده که زباناً نباشد هم اعتقاداً گفتن نگاه ببینید که قلب به سخن قلب، یعنی به درونتون به قلبتون همین شرط انکار میکنید. یعنی میگید من این شرط قبول نمیکنم. یک دوم، بعد از این که همین شرط شما قبول نکردید، میگوید که اعتقاد میکنید که این شرط ربا است، شما حرکت میکنید که همین شرط به عمل نکنید. یعنی پیش از این که خریدنی به همین نمود خرید و فروش دست زنید، پیش از این که شما روید یک خانه خرید، شما خوب فکر کنید و حالت خودتون دیده باشید و خودتون اگر کاری معینتون باشد بعد از این گرد و اطراف برادر و خواهر و خیش و تبارتون ملکیتتون دیده باشید که اگر بناگاه کارتون از دست رود، شما شاید یک خانه داشته باشید که فروشید، به همون خانه روید دهید، یا یک برادری داشته باشید پولدار که از وی گیرید، یک دوستی داشته باشید. یعنی همچنین ترتیبات فکرتون داشته مونید که نشود که شما به همون ربا غلطید. اما یک برادر مسلمانی فقیری که هست کارش معین نیست و ممکن است همه وقت از کارش بیرون شود و بی پول ماند، نه یک چیزی فروختنی دارد، نه یک خشت تبار دارد، نه یک دستگیری کننده دارد که بعد دستگیری در این حالت وزین کند، و این چنین انسان ها خریدن چنین چیزهای بزرگ به مانند خانه و غیره به پولهای کلان جایز نیست. برای اینکه غلبت الظن همین است که گمان زیادش به همین میرد که این انسان به ربا واقع می شود. بارک الله فیکم. انا این مسئله دوم میاد شیخ عبدالعزیز الراجحی و علمای کبار در این مسئله سخن میکنن و میگن که لجنه الدائمه میگن که به همین یک شرط ربویه که و شرط اصل نیست. یعنی ما میگیم که اینجا شرطایی هست که شرط اصل است، یعنی شرط گلاونی هست، شرط اصل میگه که گلاونی شرط هست و بعض شرط هست که در گلاونی نیست و در زیر گلاونی است. بمانند این که بناگاه پول آوردن توانی پرسنت میشد، این گلاونی نیست، برای اینکه شما پول برده هر ما دادن تو ممکن است
مسلمان پول مثلا ما گفتیم شرط و شروط خریدن، گفتیم که یعنی گیردی چورتون پول مولتون باشد، این اون شما دیار دارید، برادر دارید، این دارید اون دارید، میتونید که پول گیرید ببرید. یعنی اصل این است که شما پول برده دادن تو ممکن است. ریبا این فرع است. همون قاعده کتی خرید و فروش باطل نمیشود. کدام وقت خرید و فروش باطل میشود؟ همون وقتی که در شرط اصل، یعنی در شرط گلاونی شرطی که وای به حتما عمل کرده عمل میکنید، وای به عمل نکرده دیگر علاج نیست. در این حالت، در این نمود حالت حتما شما به شرط اصلی گلاونی شرط که ریبا هست به ریبا واقع میشید. در این حالت خرید و فروش حرام است. به این نمود تجارت مشغول شدن یا دست زدن یا خریدن یا فروختن حرام است در همه حالت. اما اگر قاعده ریبوی، یعنی همون اسلوب ریبوی، همون شرط پرسنت ریبوی شرعیه که همون شرط حرام است و باطل است، اصل نباشد، گلاونی نباشد و به حتما عمل کردن ضرور نباشد و فرعی باشد، بناگاه در یک بعضی حالت از سبب کمبودی واقع شدن باشد، در این حالت شما حالت خود ندیده دست میزنید به همون خریدنی کردیت، یعنی گیرد چورت ندیده، پول مولت ندیده، همه حمایت های دیده دست میزنید و این خرید و فروش به یک شرط فرعی، به یک شرطی که ریبوی هست و فرعی هست و اصلی نیست و گلاونی نیست حرام نمیشد. یعنی به یک شرط ریبویی که اصل نیست و فرع هست، گلاونی نیست و نه گلاونی هست، در این حالت این خرید و فروش باطل کرده نمیتواند. اصلی فرعی، یعنی شرط فرعی بگیم، شرط فرعی ریبوی خرید و فروش باطل نمیکرد، بلکه خود این قاعده باطل است. ما وظیفمون همین است که به همون قاعده اعتقاد کنیم که این باطل است، حرکت کنیم که به همون حالت رفتن نرسیم. این دلالت میکند که یعنی همه 100% قمبغل و غیر قمبغل به کردیت دست زدن نمیتواند. آدم هایی که حرکت یعنی مبلغی کمی دارند یا این و اون دارند یا مالکیت یا دیگر بایگری دارند یا برادرها دارند که میتوانند که در حالتی به پول موندن از یک برادر گیرند و تیند، همچنین انسانها دست نمیتوانند. و از این گفته برادر هیچ جای دیگر غیر شرعی وجود نداشت. اما در مسئله این که بانک میتواند که بارک الله فیکم اگر شما پول دادن نتوانید فروشد، این از نظر شریعت هم هست. یعنی شریعت یک قاعده اربون دارد. شما یک چیز میخرم میگید و پول میتید، من میخرم میگید، من میتوانم میگید و پول دادم میگیرید، اما در آخر میرید و خریده نمیتوانید. آدم تاجر به شکست به خاطر نرفتنش میفروشد، با چقدر که تواند حرکت کرده میشد. یک بار نرخ پاس نموند، شرط همین است. خیلی که بانک کفور هم دیدیم که یک بار پاس نمیموند است، یک بار پاس نموند موند، خریدار نشد پاستر میکرد، خریدار نشد پاستر میکرد و در آخر چند شود پول خودش میگیرد و پول خریدار میتید. در اینجا ضرر آدمی که خرید یعنی اربون دادن نتونست میگیرد. برای همون پیش از این برفتن فکر کرده باید رود. یعنی این هم یگون جای شرعیش یعنی مخالفت به شریعت ندارد. عموم بارک الله فیکم این داخل می شود به همون بیع التقسیط. عموم این خرید و فروش کردیتی که امروز حتی در بین کفار هست داخل می شود به کردیت، داخل می شود این کردیت یا رسروج که وغیره وغیره نامش چیزی میگید، این داخل می شود بیع التقسیط. بیع التقسیط همین که یک انسان خونش یا که ماشینش به شما نلیچنی ارزون و غیر نلیچنی، غیر نقد، غیر کاش، در حالت صورت قرض چقدر صورت مدتش دراز شد همون قدر قیمتتر میشد، میتر بیع التقسیط گفته میشد. و میشود که یک انسان یک چیز خرد و به شما هم چیز تیت. یک برادر مسلمان یک خونه میخرد نقد به 2 میلیون و به شما همین قیمت تر کرده میفروشد، میگه با چند سال 5 سال از این رو که 2 میلیون، چند سال 15 سال از این رو که 2 میلیون 700، چند سال میخری 50 سال از این رو که 3 میلیون، گفتنش جایز است. و این شرط و شروطی که ما گفتیم و بیان کردیم مخالفت به شریعت ندارد، بجز یک همون پرسنت بستن در حالتی که پول برده شما دادن نمیتونید پرسنت بندد، همین شرطی باطل است. اما یک شرط باطل فرعی اصلی نباشد، گلم نباشد، فرعی اسلوب فرعی، این خرید و فروش باطل نمی کند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.